چندزلی ها و تقارن با بازی قدرت حافظه. خب زنگم آوردیم برای هیجان بیشتر مسابقه. حالا بازی چجوریه؟ 4 نفر اومدن پای تابلو یا اصلا خود یه گروه آوردیم پای تابلو. چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوام ببینیم حافظه‌شون تو این بازی چقدره. حالا رو چه موضوعی؟ تو کلاس 8 یه فصلی داریم به نام چندزلی ها و تقارن. شما راجع به تقارن گفتی، چندزلی منتظم گفتی، همه گفتیم. حالا میخوایم با قدرت حافظه با این بازی ببینیم بچه‌ها چیکار میکنن. خب نفر اول میاد میگه به عنوان شروع میکنیم. میگیم شروع کن راجع به سه‌ضلعی، مثلا مثلث متساوی الاضلاع بگو. مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد ولی 3 محور تقارن دارد. نفر دوم میاد حرف نفر اول تکرار میکنه. مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد ولی 3 محور تقارن دارد. مربع 4 اول مرکز تقارن میگه. مربع مرکز تقارن دارد و 4 محور تقارن. نفر سوم مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد و 3 محور تقارن دارد و مربع مرکز تقارن دارد و 4 محور تقارن و مستطیل مرکز تقارن دارد و 4 محور تقارن. همینجور ادامه میدن تا جایی که نفری که بهش رسیده نتونه بگه. اون موقع این نفر میسوزه میره کنار. بازی با کی ادامه پیدا میکنه؟ با نفرات باقی مونده. نفر برتر و نفر برنده کیه؟ کسی که اشتباه نکنه. حالا چجوری ادامه میدیم؟ 4 ضلع مستطیل، مربع رو گفتیم، مستطیل، متوازی الاضلاع میگیم، 5 ضلعی ها رو میگیم. همینجوری میریم جلو. زنگم گفتیم میزنیم برای هیجان مسابقه.